سلام و درود هموطنان عزیز، همتاباران گرامی قدر ما در ایران، خراسان و سمرقند و بخارا. دوستان عزیز، امیدجان هستم از تاجیکستان. دوستان عزیز، از کل شما یک سوال دارم. شما چی نظر دارید که خراسان با تاجیکستان یکی باشد؟ خراسان با تاجیکستان یکی باشد. تاجیکستان که قسمی از خاک خراسان است، با خراسان او طرف آمودریا یک کشور باشند. یعنی ما و تو در یک تذکره، در یک پاسپورت اسم یک کشور داشته باشیم. من بسیار میخوام با خود کل خراسانی ها یک جای باشم، چرا که شما هم جانم هستین، وطندارم هستین، هم خونم تبارم هستین. بسیار میخوام جواب شما را بدانم. خب در کامنت جواب خود را نوشته کنید و تا اینکه ما بفهمیم که شما ما را چقدر دوست میدارید. ما کل شما را دوست میداریم، هم تبار عزیز ما، وطندار عزیز ما، در جگرتان جانم. هر کجا مرز کشیدیم تو بیا پول بزنیم. نظر شما برای ما خیلی مهم است و خیلی میخوام نظر خود پیشنهاد کرده باشید. کل شما را دوست دارم. در امان الله پاک باشین. خدا یارتان.